مادر کجا داری میری مادر؟ آرون پسرم همراه هم بیا. من برای شنیدن این مزخرفات وقت ندارم کاملی. تو زن من بودی ولی دیگه نیستی. تمام اسناد طلاق امضا کردم و برات فرستادم. در ضمن نگران بچم نباش. بدون تو همون زندگیشو میکنه. هی شاردا چرا وایسادی؟ برو بچه رو بخوابون. چشم آقا. اینجا چیکار میکنی؟ اومدم بهتون التماس کنم آقای تکرار. من خواهش میکنم بهمون رحم کنین. میدونین من 2 بچه کوچیک دارم. اونا شما رو دعا میکنن آقای تکرار. خیلی دعاتون میکنن. از دست من کاری ساخته نیست. وکیلتون نه یه شاهدی داره نه یه مدرکی. کسی که مدرکی یا شاهدی نداشته باشه نمیتونه بیگناه باشه. یعنی تو میخوای من به خاطر تو این پرونده شکست بخورم؟ نه چنین چیزی نمیخوام، ولی آخه اون بیگناهه. با این وجود شما محکومش کنین. فقط یه کاری نکنین اعدامش کنن. شما میخواین تو این پرونده پیروز بشین، براش از دادگاه حکم حبس ابد بگیرین. درسته که میمونه تو زندان، ولی حداقل زنده میمونه. حداقل بچه هم یتیم نمیشن. حبسش هر چقدر میخواد طولانی باشه، ما یه جوری زندگیمونو میگذرونیم. ولی آقای تکرار اعدام نه. آقای تکرار اعدام نه. هیچ کاری نمیتونم بکنم. از اینجا برو. من اومده بودم برای نجات زندگی شوهرم التماس کنم. اون وقت تو خداوند ناظر تمام اعمال و رفتار ماست. اون داره میبینه. یه روزی سزای این گناه تو میبینی تکرار. این نفرینه یه زن بدبخت و بیچاره است که بالاخره گریبان گیرت میشه. یه روزی میاد که تو به دیگران التماس میکنی تا بهت رحم کنن تکرار. ولی هیچ کس بهت رحم نمیکنه. این نفرین من تکرار. الو اوبرای هستم. شنیدم وکیل دیپاک فرما آمده بود پیش تو، ازت خواسته بود به جای حکم اعدام درخواست حبس ابد بکنی. آقای اوبرای، قاتل برادر شما دیپاک فرما اعدام میشه. فقط اعدام.